در حادثه حمله به دیدبانگاه اشقاباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان که سن 6 نوامبر رخ داد، 9 مرد، 11 زن و 13 کودک اشتراک کردند. یعنی نظامیان تاجیک اساساً با زنان شیپک پوش و کودکان جنگیده 6 نظامی تلف دادند. در این باره محمد سعیدوف، نماینده کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، در نشست بخشیده به وضع زنان امروز 26 نوامبر در شهر دوشنبه هنگام سخنرانی در موضوع تقویت فعالیت ایدئولوژی در سمت مبارزه با ظاهرات اکستریمیستی و تروریستی خبر داد. اما این مسئول امنیتی نگفت که نابالغان یعنی کودکان در این حمله چی رولی را بازیده اند. همین طور این خبر با اظهارات اول مقامات که گفته بودند حمله وران 20 نفرند مخالفت میکند. در همین حال طبق اطلاع به دست آورده رادیو آزادی، 2 نفری که مقامات آنها را از جمله حمله وران نامیده است، برادر و خواهر، یکی 14 و دیگری 15 ساله بودند. هرگز در خارجه نبودند. علاوه بر این، بنا به گفته معلم مکتب خیلی به معنی هم بودند. یگان ذره رفتار و گفتار شبه‌آور نداشتند. دختر خیلی به معنی بود. در همه کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک داشت. از ما پرسیدند که دختر سطر داشت یا قرصچه یعنی روموچه میبست یا نه. دختر سرلوش بود. طلبات لباس مکتبی را 100% رعایت میکرد. در درس‌ها شرکت میکرد و بی سبب غایب هم نداشت. نماینده کمیته دولتی امنیتی ملی محمد سعیدوف اقرار شده است که یکی از سبب‌های اساسی سر زدن این حادثه خنک نظری مقامات امنیت بوده است. اما به گفته او افراد حمله‌گر فعالیت خود را در ولایت سوخت به راه مانده 1 ماه در خانه در حدود ناحیه اسماعیل سامانی زیسته‌اند. رئیس محله هم آنها را دیده است، ناظر منطقوی هم دیده است، ولی بی‌توجهی کرده‌اند. به گفت سعیدوف بسیاری ها سبب افراط شوی ساکنان را کم بضاعتی عنوان می کنند، ولی تفتیش نشان داده است که دارایی رهبر گروه حمله‌وران غفورов شهرت اعظمویچ بیش از 1 میلیون سومانی بوده است. حادثه سنه 06/11/2019 به وقوع آمده گواهی آن است که اعضایان و پیروان تشکیلات تروریستی اویلوی وارد گردیده در این حادثه 9 نفر مرد، 11 نفر زن و 13 نابالغ از 4 تا 15 ساله ساکنان ولایت سوخت فعالیت و اشتراک نمودند که علم‌آور میباشد. بسیاری ها در این نظرند که تشکیلات های تروریستی اکستریمیستی پیوستن ساکنان جمهوری تاجیکستان این سطح پست زندگی و نبودن شرایط مساعد میباشد، ولی بعد کارکرد این گروه معین گردید که نامبردگان شرایط خوب زندگی داشته. تنها راهبر همین گروه غفور شهرت اعظمویچ به مبلغ زیاده از 1 میلیون سومانی معین کرده شد. حادثه ای که سنه 06/11/2019 به وقوع پیوست در اینجا خنک نظری، گرچند خنک نظری مقامات امنیت شده باشد هم دیگر وزارت اداره ها محل دیه و اویله به طرفی ظاهر کردند که همین اویله ها 2 اویله در منطقه حدود ولایت سوخت فعالیت خود را برآورده، 1 ماه در ناحیه اسماعیل سامانی در یک حجره در یک زندگی کردند که زیاده از 30 نفر در آنجا رئیس محله آنها را دید، کارمند کمونالی دید، ناظر منطقوی دید، همه به طرفی ظاهر کردند. همین حادثه به وقوع پیوست. اینجا میخواهم به یک مسئله اشاره کنم. پس از سر زدن این حادثه بر رادیوی پیام معلومات رسیده بود که مقامات کسانی را حمله‌گر به دیدبانگاه نامیده وحشیانه سوزانده کشتند که آنها مشغول تجارت بودند. تجارت سیاری عائلوی داشتند. این منبع ما گفته بود که این معلومات داده اش را تمام حق و همسایه و همدیاران کشته شدگان با اتهام حمله به دیدبانگاه را تصدیق میکنند. ببینید خود مقامات امنیت نیز تصدیق میکنند که عائله های را با کودکانشان وحشیانه سوزانده به قتل رساندند که نه کمبغل بودند و نه سطرپوشی پایبند به دین. همینجا معلوم می شود
هیچ یک تندگرای یا جنگجوی به دیدبانگاه حمله نکرده است. مقامات در خبرهای اولین خود اعلان کرده بودند که 20 نفر نقاب پوش به دیدبانگاه حمله کرده است. نقاب پوش. حالا اکنون معلوم شد در این مقامات شخصان شمار را میدانستگی هم نبوده است و شمار زن و کودکان حملگر زیادتر هم بوده است. تا به حال عدد 9 به عددهای 11 و 13 جمع نشده اند. به همین مانند مشمش های نقاب پوشان خیلی زیاد شده است. به ما دیروز خبر رسیده بود که طول چند روز است در ناحیه تیمورملک جماعت تنابچی، دهه های جیرلی، غرولدی و سرتیز شبهنگام نفران نقاب پوش گشت و گذار کرده به هراس افکنی مشغول هستند. چندین نفر زهرآلود شدند و 2 نفر زن و کودکان گم شدند. در تاریخ همی در 3 روزه که همی هفته در ناحیه تیمورملک جماعت تنابچی قشلاق جیرلی، قشلاق غرولدی، قشقیه و سرتیز. در قشلاق جیرلی تاجیک نشینا است، در قشقیه و سرتیز غرولدی ازبک نشینا و خلق ازبک‌ها. در همین شبا مردم نقابدار میگردن. همین قشلاق مردم نقابدار پیدا شدگیه که مردم هم میترسونن. در قشلاق جیرلی که باشه 50-60 اگه زهرآلود کردن. چند آدما دیدنشون سرشون در نقاب سرشون کردن نابود میشون. هم آدما همین ملیسا روز دمیانه همین میگن مردم همون ده همون شب نظارت میستن پیداشون هم میکنن. در سرتیزش باشه سرتیز خشقیه ده زنکه نامعلوم دزدیدن نامعلوم که جدای هیچ که درک نداره، نه مردام نه زنده شونه ده گوده که گم شده مرداش نیفتانه دل جگراشون نامعلوم دل جگراشون نگرفتن خداشون پرت افتان. این چی باشه؟ یا همون سال 91 خیلی مردم ایهازی ترسونده ایستن که انتخابات نکنن آواز نبراین که هم خیلی تو میکنیم رنگ 91 هم. با ما میسر نشد که این معلومات را تایید کنیم. اما در حالت درستی این خبر تخمین زده می شود باز کدام دسیسه دیگری مردم شوربخت تاجیک را انتظار است. علاوه بر این دقیقه چند به ما از شهر دوشنبه خبر دادند که در نزدیکی مسجد مرکزی دوشنبه سریوی امریکا یک قرارگاه دارد. آنجا تقریبا 50 نفر نظامیان آمریکا هستند. گفته می شود پیشتر در او برایشان هرچند با لباس نظامی است آرامانه بود. حاضر چند روز آخر هر شام بر رویشان نقاب کشیده و ماشین های جیپی حربی نشسته می روند. قریب هر بگاه همین خیل است. کجا می روند کسی نمی داند. صدای ماشینشان بازگشتشان قریبه های سحر گاه شنیده می شود، گاه 2 روز 3 روز بر نمی گردند. ما برای تایید این خبر نفری را که در نزدیکی های مسجد مرکزی شهر دوشنبه زندگی می کند پرسان شدیم. حضور نظامیان خارجی تصدیق شد، ولی این منبع دومی ما گفت نمی داند که این نظامیان کدام کشور هستند. انیق است که نه از نظامیان روسیه هستند و نه از تاجیکستان. اینجا مراجعت ما به مقامات کشور این است که این معلومات ها را بسنجند و به رسانه های مستقلی که در داخل فعالیت می کنند اجازه بدهند که این سر و صداها را پیگیری کنند. ببینید، رسانه ها با اظهار نگرانی می نویسند که با گذشت 20 روز از حادثه حمله به دیدبانگاه اشقابات مقامات تفصیلات حادثه را در اختیار خبرنگاران جامعه نگذاشتند. خبرها درباره حادثه از منابع گوناگون پراکنده به دست می آید و فرضیه های مطرح می شوند که خبری رسمی را زیر سوال می گذارند. علاوه بر این ببینید که چه خبرهای راست و دروغ پهن شده ایستاده اند.